سلام به همگی. امروز می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به یه ارتباط پنهان اما فوق‌العاده مهم. این که چطور استرس، چیزی که خب همه ما هر روز باهاش سر و کار داریم، میتونه خیلی مستقیم روی شانس باروری ما تأثیر بذاره. بیایید با هم ببینیم این دومینو چطوری کار میکنه. تا حالا به این فکر کردین؟ شاید به نظر بیاد استرس فقط یه چیز ذهنیه، یه احساسه. اما واقعیت اینه که بدن ما این فشار رو کاملاً فیزیکی ترجمه میکنه. و وقتی پای باروری وسط باشه، این تأثیرات میتونن خیلی سریع و خیلی جدی باشن. خب پس بریم سراغ اولین قطعه این پازل، خود استرس. برای اینکه بفهمیم چطور روی باروری اثر میذاره، اول باید ببینیم وقتی استرس میگیریم دقیقاً چه اتفاقی توی بدنمون میفته. همه چیز راستش زیر سر یه هورمونه، کورتیزول. حتما اسمشو شنیدید، همون هورمون استرس. کورتیزول مثل یه پیامرسان فوری عمل میکنه که به کل بدن فرمان میده تا در برابر فشار روانی یه واکنش فیزیکی نشون بده. اون بازیگر اصلی داستان ماست. حالا که با این بازیگر اصلی آشنا شدیم، بیایید دنبالش کنیم و ببینیم این هورمون چطور یه زنجیره دومینووار از اتفاقات رو توی بدن ما راه میندازه. این فرایند دقیقاً مثل افتادن دومینوهاست، یکی بعد از دیگری. اول سطح استرس میره بالا. دوم، بدن کورتیزول آزاد میکنه. اما اینجا یعنی مرحله سوم، قسمت حساس ماجراست. این کورتیزول اضافی سیگنال‌های مهمی که مغز باید به تخمدان‌ها و بیضه‌ها بفرسته رو به هم میریزه و نتیجه نهایی خب تولید هورمون‌های جنسی که برای باروری حیاتیان کاهش پیدا میکنه. این یه سوال خیلی مهمه. با اینکه مکانیزم اصلی یکسانه، اما تأثیراتش میتونه برای مردها و زنها کاملا متفاوت باشه. بیایید ببینیم این تفاوت‌ها دقیقاً چی هستن. توی این بخش می‌خوایم ببینیم این اختلال هورمونی چه پیامدهای متفاوتی برای هر کدوم از جنسیت‌ها داره. انگار کورتیزول به هیچ کس رحم نمی‌کنه. توی مردها خیلی مستقیم میره سراغ کیفیت اسپرم، هم تحرکشونو کم میکنه، هم تعدادشونو. توی زنها میتونه کل سیستم هورمونی رو به هم بریزه که نتیجهش میشه قاعدگی نامنظم و تأخیر توی تخمک گذاری. 40%. یه لحظه به این عدد فکر کنین. یه مطالعه نشون داده که سطح بالای کورتیزول میتونه شانس باروری رو تا 40% پایین بیاره. این آمار به تنهایی بهمون میگه که ما با یه عامل خیلی خیلی جدی طرفیم. حالا بیایید وضعیت رو یکم پیچیده تر کنیم. اگه استرس توی حالت عادی اینقدر تأثیر گذاره، فکر کنید توی یه فرایند حساس و پر استرس مثل IVF یا همون لقاح آزمایشگاهی چه اتفاقی میفته؟ ببینید توی درمان IVF بدن همینطوری هم به خاطر داروهای هورمونی قوی تحت فشاره. حالا استرس رو هم به این معادله اضافه کنید. کورتیزول بالا میتونه جریان خون به رحم رو کم کنه، کیفیت تخمک‌ها رو بیاره پایین و حتی توی فرایند حیاتی لانه‌گزینی جنین اختلال ایجاد کنه. یعنی به زبان ساده استرس میتونه مستقیما جلوی موفقیت درمان شما رو بگیره. اما یه خبر فوق‌العاده خوب هم وجود داره. این عدد یعنی 2 برابر واقعاً پیام‌آور امیده. تحقیقات نشون داده زنهایی که موقع درمان IVF روش‌هایی برای مدیریت اضطرابشون پیدا کردن، شانس موفقیتشون رو تقریباً 2 برابر کردن. این یعنی مدیریت استرس یه چیز لوکس و انتخابی نیست، بلکه یه بخش حیاتی از خود فرایند درمانه. خب بیایید یکم از تئوری فاصله بگیریم و ببینیم این موضوع توی دنیای واقعی چه شکلیه. این یه داستان واقعیه که نشون میده چطور میشه جلوی این زنجیره منفی رو گرفت. این حرف دل خیلی است، نه؟ یه بیمار تعریف میکنه که درست وسط چرخه IVF به خاطر استرس کاری حتی خواب شبش رو هم از دست داده بود. این یه سناریوی کاملا آشناست که نشون میده زندگی روزمره چطور میتونه روی یه فرایند پزشکی به این حساسیت تأثیر بذاره. و راه حل چی بود؟ فکر نکنید چیز خیلی پیچیده‌ای بوده. نه، فقط 1 هفته مرخصی از کار و روزی نیم ساعت یوگا. همین. این به ما یادآوری میکنه که گاهی وقتها ساده ترین و عملی ترین کارها بزرگترین تأثیرها رو دارن. و نتیجه این کار ساده شگفت‌انگیز بود. این تغییرات فقط یه حس خوب نبودن، بلکه کاملاً بیولوژیکی و قابل اندازه‌گیری بودن. سطح هورمون‌های کلیدی باروری یعنی FSH و LH به تعادل رسید و در نتیجه کیفیت تخمک‌ها توی چرخه بعدی به شکل چشمگیری بهتر شد. پس بعد از همه این حرفا به یه نکته کلیدی و یه واقعیت بیولوژیکی میرسیم. مهمترین چیزی که باید از این بحث با خودمون ببریم چیه؟ و اینم پیام نهایی ما.
استرس یه چیز انتزاعی و توهمی نیست. یه نیروی بیولوژیکی قدرتمنده که میتونه هورمون‌ها، سلول‌ها و در نهایت شانس باروری ما رو تغییر بده. درک این موضوع خودش اولین قدم برای کنترلشه. پس سوال اینجاست، با دونستن این موضوع شما چه تغییری توی مدیریت استرس روزانه‌تون ایجاد می‌کنید؟